اگه همیشه برات سوال بوده که چجوری وارد دنیای امنیت سایبری بشی، الان دقیقاً جای درستی قرار داری. توی این سری از ویدیوهایی که دارم درست میکنم میخوام به شما یاد بدم که چجوری میتونید به یک متخصص امنیت سایبری تبدیل بشید. امنیت سایبری یعنی چی؟ یعنی محافظت از سیستم ها در برابر حمله هکرها و اینکه قبل از اینکه یک هکر بتونه یک سیستم رو بزنه، شما زودتر از اون بتونی ازش محافظت بکنید. ولی خب چجوری باید شروع بکنیم؟ توی دنیای امنیت نقشای مختلفی داریم. برای مثال هکرهای کلاه سفید، تحلیلگر امنیت، تست نفوذگر یا حتی پاسخ دهنده به حادثه ها رو ما به عنوان نقش ها و شغل هایی که در دنیای سایبری وجود دارن در دنیای امروز داریم. یعنی لازم نیست حتما شما یه برنامه نویس باشید، مهم اینه که عاشق حل مسئله و یادگیری باشید، کنجکاو باشید و دوست داشته باشید که مسائل مختلف رو بررسی و تحلیل بکنید. برای شروع این کار شما یه سری مهارت‌های لازم دارید. برای مثال مفاهیم اولیه شبکه رو باید بشناسید، IP ها، DNS ها، فایروال ها رو بشناسید. بعد از اون کار با لینوکس خیلی مهمه. دنیای سایبری و امنیت و حتی هک، همه اینها وابسته به سیستم عامل لینوکس هستن تا حد زیادی. یعنی شما اگر میخواید که فردی باشید که در دنیای سایبری موفق باشید، باید یک لینوکس کار خوب باشید. یک کوچولو هم کدنویسی بلد باشید بد نیست، خوبه. مثلا یه مقدار پایتون بلد باشین خیلی خوبه، ولی خب 100% لازم نیست. و مهمترین فاکتور این قضیه اینه که شما علاقه‌مند و کنجکاو باشید تا حد زیاد. ابزارهایی که برای این کار استفاده می‌کنیم قطعاً سیستم عامل لینوکس هست. ابزارهایی مثل وایرشارک، انمپ و یک نرم افزار بسیار جالب و کوچیک و کم حجم در لینوکس به نام نتکت. تو قسمت‌های بعدی میخوام یه سری این ابزارها رو براتون معرفی بکنم و بهتون بگم که اینها چجوری کار میکنن و یه محیط آزمایشگاهی بسازیم و آزمایش‌های عملی رو تو این قضیه انجام بدیم و حتی بتونیم حملات واقعی رو شبیه سازی بکنیم که شما ببینید چه اتفاقی داره میفته. پس اگه علاقه‌مند به این مسیر هستین، کانال منو سابسکرایب کنید، زنگولارم بزنید و توی کامنت ها به من بگید که علاقه‌مند بیشتر به کدوم بخش هستید، به چی علاقه دارید توی این مقوله‌ای که من گفتم، تا همونها رو با همدیگه بتونیم بیشتر روشون کار بکنیم. برای مثال تست نفوذ، تحلیل حمله یا اینکه شبکه. پس بریم سراغ دنیای سایبری.